السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان شنوندگان عزیز، امروز میخواهم 4 فصل سال را برای شما تعبیر نمایم. فصل زمستان. دیدن زمستان در خواب دلیل بر پادشاه است. اگر در خواب ببیند زمستان سرد و سخته است که مردم زیان و آسیب میرساند، و مردم آنجا از پادشاه گردند و آسیب میرسد. اگر ببیند هوا به شدت سرد است ولی سرما به کسی آزاری نمیرساند، و مردم آنجا از پادشاه خیر و منفعت میرسد و دیدن زمستان در خواب در وقت آن بهتر است. فصل بهار. تعبیر دیدن بهار در خواب در فصل بهار پادشاهی است. اگر در خواب ببیند فصل بهار است ولی هوا معتدل نیست و مردم از گرما یا سرما زحمت و صدمه میبینند، به اهل آنجا از پادشاه گردند و آسیب میرسد. و اگر ببیند هوا معتدل و همه جا از گل شکفته خرم و شاداب و مردم در آسودگی هستند، و مردم آن سرزمین از پادشاه خیر و منفعت میرسد. و اگر بهار را معتدل و در وقت آن ببیند، دلیل عزت و افتخار و سربلندی است. فصل تابستان. تابستان را در خواب دیدن پادشاهی استوار و معتبر است. اگر ببیند تابستان است و هوا به شدت گرم است، به طوری که مردم از آن در زحمت و زیان قرار دارند، دلیل آن است که از پادشاه و مردم آنجا خیر و نیکی میرسد و تابستان را در وقت آن به خواب دیدن بهتر است. فصل تیرماه. هر آن چیزی که در فصل بهار گذشت به فصل تیرماه نیز دخل دارد، یعنی تیرماه را در خواب دیدن دلیل بر عزت و افتخار و سربلندی است. این بود تعبیر 4 فصل سال. تشکر که تا به آخر گوش کردید. خداوند یار و مددگارتان باد.